سلام خدمت شما دوستان عزیز. جهت خرید استارز تلگرام وارد گوگل میشید و واژه فراگمنت رو سرچ میکنید. این سایت کارایی زیادی داره و در واقع یه سایتیه که بر اساس تون قیمت میده و به کیف پول تون کیپر یا کیف پول دیگه وصل میشه و میتونین با تونی که تو اونجا دارید، ارز تون داخل کیف پولتون، چیزهای زیادی داخل این سایت خریداری بکنید. مثلا یکی از اون مزایا خرید نام کاربریه. اینجا نام کاربری هایی به مزایده گذاشته شده که مثلا استارتاپ اولین اون هاست با قیمت 22,167,000 تون. اینجا قیمتشو میبینید و اسکرول کنید به پایین، همه قیمت ها نشون داده شده. اینها بر اساس اسمی که گذاشته شده قیمت گرفتن داخل تلگرام و اونها به فروش میرن. حالا ما این قسمت کاری نداریم، وارد بخش ستاره ها در این بالا میشیم. وقتی که وارد بخش ستاره ها شدین، این بالا چند تا چیز از ما خواسته. اولش میگه نام کاربری گیرنده تلگرام رو وارد کنید که میخواین ستاره بهش بریزین. دقت کنید که حتما اینجا ادساین رو وارد بکنید و همینطور نام کاربریتون رو به عنوان مثال مثلا ترید ZC اینجا اینو وارد میکنیم. تعداد ستاره های تلگرام خودتون رو انتخاب میکنید. حالا اینجا میتونید یا به صورت دستی وارد کنید یا بر اساس قیمت ها و میزان ستاره هایی که اینجا هست، بسته هایی که اینجا هست انتخاب بکنید. مثلا ستاره 250 ستاره به قیمت نیم تون به فروش میره، انتخاب میکنید و حالا نکته ای که از شما این 3 خط بالا رو میزنید و وارد بخش پایین این قسمت ببینید که نوشته تلگرام را وصل کنید. وقتی این گزینه کلیک کنید وارد تلگرام میشه و به شما اجازه میده تا تلگرامتون رو با این فراگمنت در واقع متصل بکنید که وقتی که استارز رو خرید میکنید مستقیم به تلگرام وارد بشه. حالا نحوه وصل کردن کیف پولم به این صورته که شما وقتی که دوباره این 3 خط رو بزنید، حالا من کیف پولم رو قطع کردم تا یه رو بهتون نشون بدم. کانکت تون رو که بزنین و تون کیپر انتخاب کنید به کیف پولتون وصل میشه و در واقع این سایت میاد به صورت خودکار. وقتی شما قیمت رو خرید انتخاب بکنید از کیف پولتون تون رو برداشت میکنه و میزان استارزی که خریداری کردید رو به اون تلگرامی که وارد کردین، نام کاربری که وارد کردین واریز میکنه. و حالا شما میتونید با این استارز خریدهای ایردراپی و یا سایر خریدهایی که میخواین انجام بدین داخل تلگرام رو عملی کنین. کانال ترید ZC رو فالو کنین و دنبال کنین داخل تلگرام و اینستاگرام تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.